به دقت دوستداران و طرفداران مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی رسانیده می شود و شبکه یوتیوبی و تلگرامی مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی ابونه شوید. در شبکه یوتیوبی مولانا محمد معروف راسخ ویدیوها از قبیل خطبه ها، درس های تفسیر، درس های حدیث، شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان منتشر خواهد شد و در تلگرام باشد تمام درس های تفسیر و حدیث و درس شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان و پاسخ به سوالات فقهی و عقیدوی از طریق واتساپ و تلگرام منتشر خواهد شد. اگر بخواهید در اجر ما شریک شوید، پس صفحات ما را برای دوستان و رفیقانتان ارسال نمایید. این را بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پاداش دعوت کننده مثل پاداش عمل کننده آن است. پس بسم الله لحظات خود را مبارک بشمارید و در نشر دعوت سهم گذار باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، درس گذشته را ما و شما خواندیم. درس اوله بعد از بیان بسم الله و الحمدلله، یعنی بیان کردن حمد و ثنا و صفات الله و صلات و درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، کتاب توحید شروع کردیم. یک بخشش خواندیم که دو نوع توحید بیان کردیم. یک توحید در معرفت و اثبات بوده و دوم در توحید طلبی و ارادی بوده. او را یک چیز توضیح دادیم ما شما الحمدلله. امروز میخوایم که در ارتباط توحید یک چند موضوعات مهم بیان کنیم تا که بعضی سوالا دارن. بعضی مسلمان هایی داریم متاسفانه خود مسلمان میگیرن اما کلمه توحید بر سرشان بد میخوره، نامشان مسلمان است. بعضشان میگه که در قرآن و سنت در حدیث وجود نداره. بسیار اینا جاهل مردم است و اینا جهلشان هم قبول نیست، به خاطر که بسیار برشان بیان شدگی سیگه. میخوایم که می کلمه توحید لفظ وحدانیت ایره از سنت رسول صلی الله علیه و بیان کنیم. در قرآن هم قل والله احد ایزه وجود داره، اما در حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کلمه توحید وحیدو استعمال شده است. کتاب توحید بود، عقیده توحید یعنی واحد دانستن الله متعال، یگانه دانستن الله متعال در ذاتش، صفاتش، افعال و عبادتش. این بسیار مهم بود. اولین فرض است، اولین مسئولیت مسلمان است. کسی عقیده را نداشته باشه ایمانش قبول نیست. تماما دار و مدار یک مؤمن به عقیده توحید استوار است. توحید خودش مصدر است، از وحد یوحدو از گرفته شده توحیدن. وحده فوحده معنیش یعنی جعل واحدا، یعنی فلانی یک چیز واحد کرد. میگه بین کتابا را توحید کنیم، میزار یعنی یکی بسازیم. ایرا یعنی علمای اهل لغت میگن که وحده یعنی جعل واحدا، مثل قاموس المحیط در صفحه 414 کتاب لغت، معجم الوسیط جلد 2 صفحه 1016، معجم مقایس اللغت جلد 6 صفحه 90. تقول میگه تو میگویی بر یک کسی وحدت المتکلم اذا جعلت واحدا، یکی کردم متکلم را. یعنی کسی گپ میزد یک نفر تعیین، وقتی که یک نفر تعیین بکنی می وحدت. و وحد المسلمون الله، وحد المسلمون واحد کردن مسلمان ها الله را. چه معنی؟ یعنی اذا جعلوا المعبود واحد، وقتی که معبود یکی بگردانن، یک معبود عقیده و باور کنن و یک معبود یک ذات عبادت کنن، این گفته می شود که وحد المسلمون الله، الله که الله متعال است، یعنی را واحد گردانیدن. کلمه توحید، لفظ توحید یا واژه توحید آمد استعمال شدگی است در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم. مثلا در حدیث صحیح آمدگی است که دعوت به توحید الله، مثل که در صحیح بخاری حدیث است پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانی که معاذ بن جبل رضی الله عنه را به یمن فرستاد، برش میگه ای الفاظ حدیث صحیح بخاری است.
قال گفت انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحد الله تعالى. سعی کنین این حدیث صحیح بخاری است. این حدیث امام بخاری در چندین جای آوردگی است. در صحیح خود در حدیث شماره 737، 1395، 1458 شماره ایشه، 1496، 2448 و در صحیح مسلم هم شماره حدیث 19 آمدگی است. یعنی من برام برتان گفتم در اونجا برین حدیث وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ چی میگه؟ اینک، وقتی که والی تعیینش کرد به یمن بسیار کسا روان کرده بود که بدون شک تو ای معاذ تقدم روبرو میشوی علی قوم من اهل کتاب، میرسی با قوم از اهل کتاب یعنی یهود نصارا و مشرک بودن. فلیکن اول ما تدعوهم. سیکو پیامبر چی میگه؟ معاذ باید شود اولین چیزی که تو اینا را دعوت میتی الى ان یوحد الله تعالی، به این گپ که اینا الله را واحد بدانند، الله را یگانه بدانند، معبود یعنی فقط یک ذات عبادت کنند، از یک ذات و از یک قانون که قانون الله اطاعت بکنند. سیکو یعنی اول به توحید دعوت است. اگر ما میخوایم یک کافر مسلمان بسازیم، یک مسلمان جور بسازیم، صحیح مسلمان بسازیم، باید عقیده توحید برش بیان کنیم. به این خاطر ما کتاب توحید برتان گفتم ضرور است که بیان کنم. به توفیق الله شروع شد که مسلمانای ما شما در جای دنیا هر کشوری که است از عقیده توحید بسیار بیگانه است، زیرا کفار کار کرده مسلمانان رو در شرک انداختگی. سه کلمه یوحدو، وحد استعمال شده در حدیثی. یوحدو مصدرش توحیده. در روایت دوم از حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه است. این حدیث در یعنی دمی ارتباط کلمه توحید آمدگی است. در دیگر روایتی تا آمده که وقتی که معاذ بن جبل به کشور یمن روان میکرد، یمن در دوران رسول الله فتح شده بود، در چی میگه پیامبر برش؟ قال انک تاتی قوم من اهل الكتاب، تو می پیش قوم اهل کتاب یهود نصارا، فدعوهم دعوت بده اینا را. یعنی والی که در جای می رود در یک منطقه مقرر میشه، در رأس کار والی ها و رئیس حکومت همی است که فدعوهم الى شهادت الله اله الا الله. سیکو در اونجا گفت که فلیکن اول ما تدعوهم الى یوحد الله، اولین چیزی که تو دعوت میتی توحید الله است. اینجا میگه او توحید چی است؟ شهادت الله اله الا الله، یعنی عقیده کردن، باور کردن و اعلان کردن که غیر از الله دیگه معبود بر حق که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود وجود نداره. و انی رسول الله، و دعوتش آمده که من رسول الله است. شهادت الله اله الا الله یعنی از الله دستورش کتابش اطاعت کنین، انی رسول الله سنت پیامبر اطاعت کنین. سعی کنین اصل دین می است، منبع دین می است. یعنی از توحید، یعنی همی توحید در عبادت بسیار مهم بوده که یا ایره بپذیرن. این روایت دوم که در صحیح مسلم است و در بخاری هم وجود داره به این الفاظ. خب پس از این فهمیده می شود که توحید شهادت الله اله الا الله بودگی است و هر دو شهادتین این عقیده توحید یک کسی محقق میشه، ثابت میشه در وجودش. در قول صحابی هم آمدگی است کلمه توحید استعمال شده. صحابی میگه که فاحل رسول الله بالتوحید صلی الله علیه وسلم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی حدیث در صحیح مسلم شماره حدیث 1218 است، در ابو داود 1905 وجود داره. این حدیثه که میگه صحابی میگه وقتی پیامبر صلی حج شروع کرد از کلمه فاحل آواز خدا بلند کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله به توحید آواز خدا بلند کرد. یعنی چی گفت؟ لبیک اللهم، حاضر هستم در عبادت تو خدمت. اللهم یا الله لبیک لبیک لا شریک لک، ما حاضر هستم بر عبادت تو، شریک از برای تو نیست. لبیک، حاضر هستم به عبادت و خدمت. سعی کنین یعنی تا که در عبادت الله اطاعتش توحید نباشه و قبول نیست. پس توحیدی که الله از ما شما مطلوب است، یعنی خواستگیست، ما رو مکلف کردگیست و در کتاب خود در ده ها جای امر میکنه، دستور میده و ضدش که شرک است منع میکنه. سه نوع است توحید و این اقسامش که سه نوع است یا از قرآن فهمیده میشود و از آیات قرآنی فهمیده میشه.
در این باره اگر کسی بگه اقسام توحید ما میخوایم بفهمیم در کجا است، تفسیر طبری را ببینین، جلد 3 صفحه 214، جلد 4 صفحه 41. اعتقاد ائمه حدیث ابوبکر اسماعیلی صفحه 40 را، ایمان لابن منده جلد 1 صفحه 179 و همین قسم شرح عقیده طحاویه ابن عز حنفی صفحه 74 78. منتقى من منهاج الاعتدال از برای امام ذهبی صفحه 148. مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه اقسام توحید. یعنی بسیار علما در این بخش نوشته کرده است که انواع توحید سیگانه است. ما و شما در اونجا دو نوعش بیان کردیم، توحید ربوبیت اسماء و صفات و یعنی توحید اسماء و صفات و الوهیت. ربوبیت اوقدر زیاد بیان نشد به خاطر که دو قسم گفت، توحید معرفت و اثبات و توحید ارادی و طلبی، توحید الوهیت بود. به خاطر که توحید اسماء و صفات و توحید معرفت و اثبات بسیار علما سرشکار کرده بودند. توحید الوهیت قبلا علما زیاد بحث نکرده بود، به این خاطر اینجا مصنف کتاب توحید دو نوعش بیان کرد که ما شما دیروز را خواندیم. خب یکی توحید ربوبیت است، تمام کتابا که بیان میشه، یعنی رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. ما شما که در سوره فاتحه، سوره حمد اولین سوره نماز که میخوانیم، نه کسی نمازش بدون سوره فاتحه نمیشه. توحید ربوبیت، رب یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم عبادت کن ربت. رب چه معنی توحید ربوبیت؟ یعنی توحید الله و افعال، الله را یگانه دانستن و یک عقیده کردن که الله یگانه است، شریک نداره در افعالش. کاری را که الله کرده میتونه هیچ کس نمیتونه. افعال الله کثیره، کارهای الله بسیار زیاد است. اعمالی را که الله انجام میده، یک خلق از پیدایش، آسمان و زمین را پیدا کرد، وجود نداشت. ما شما انسان ها، حیوانات، چیزی را که میبینیم مخلوق است. هیچ کس نمیتونه خلق کنه، یعنی از عدم بستی بیاره، نیستی بستی بیاره. رزق، روزی دادن، وقت به وقت بارانا را الله میباراند و باز نباتات و گندم جواری میوه میرویاند. این هیچ کس نمیتونه. این رب میگن. احیا یعنی زنده گرداندن، ما شما را حیات داد. بسیار مخلوقاتی را که میبینیم زنده جان، الله حیات میتونه، هیچ کس نمیتونه. اماته، مرگ از جانب الله است. اگر الله کسی را نخواهد از بین بره، کسی را کشته نمیتونه. تدبیر الملک یعنی پادشاهی را از مانا و زمین شب روز میارد. مریضی چی نفع رسانیدن، بعضی را ببینیم بسیار منفعت فایده برش میرسه، یه جانب الله است. این توحید ربوبیت میاد. دیگه کسی مثلا نفع رسان ندانی، مدبر منتظم کائنات ندانی، ضرر رساندن یا جانب الله، این توحید ربوبیت میاد. یعنی بعضی را ببین مریض میسازه، فقیر میسازه، غمگینش میسازه، مصیبت ها رو سرش میاره. شفا، مریض است بسیار یک دفعه شفا یاب میشه، این الله شفا میده، دیگه هیچ کس شفا داده نمیتونه. این هم در توحید ربوبیت است. در این باره آیات های زیاده. و الاجاره یعنی پناهی دادن، فهو یجیر ولا یجار علیه آیت است. الله پناهی میده، کسی برخلافش کسی را پناهی داده نمیتونه. اگر الله کسی را پناه نداد از یک مصیبت، از یک حالت، کسی را پناه داده نمیتونه. اجابت دعوت المضطر، یک درمانده مصیبت رسیده را دعایش قبول کردن، این در توحید ربوبیت. اجابت دعوت داعی، کسی که دعا میکنه دعایش قبول کردن. یعنی اقسام ربوبیت زیاد است. پس الله واحد است در ربوبیت خود، یعنی در افعال کارایی را که انجام میده. دوم توحید الوهیت است که اله یعنی از الهو گرفته شده با معنای عبادت میاد. یک بنده که الله را با محبت عبادت بکنه، نهایت محبت و تعظیم داشته باشه، او را اله خود بداند، این را میگه تعالی اذا عبد معظما محبا. میگه تعالی وقتی که یک انسان عبادت بکنه، عربان میگن تعالی، یعنی او را خوب عظیم بشماره، محبت با محبت عبادت کنه. پس در بین عبادت و الوهیت فرق است. الوهیت عبادتی است که در محبت تعظیم باشه، فی الحال راضی باشی، از او امید داشته باشی، به نعمتش شوق داشته باشی، از عذابش بترسی، این را گفته میشه. پس این را توحید چی گفته میشه؟ توحید الوهیت، یعنی فقط یک ذات عبادت کردن، رکوع، سجده و انواع عباداتی که وجود داره. باز مثلا انواع عباداتی که هست، اگر مثلا کسی قانونش اطاعت کردن، بسیار زیاد است. الله دیم واحدت، یعنی هیچ کس معبود ندانی غیر از الله. یکی توحید اسماء و صفات است که عقیده بکنی که الله در هر اسم صفتش واحد است، کس شریک به امرش نیست.
اگر بعضی بنده در بعضی صفات الله را به مخلوق میتن، این مشرک است. صفات مخلوق به الله نسبت میتن که صفات مخلوق کلی ضعف است. علمشان اگر از قدرت انسان ها ضعیف است. کسی بگه الله مثل اینی انسان قدرت داره، این بیدین میشه، زیرا الله در قدرت خود کامل است. این الله علی کل شیء قدیر. لیکن الله متعال که است در اسماء و صفاتش به درجه کمال است، هیچ کس به او نمیرسه. به می خاطر الله در قرآن می لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز هم مانند و هم مثلش نیست. الله سمیع است، یعنی میشنوه و بصیر است. کدام صفاتایی که الله بر خود ثابت کرده، مثلا قدیر، قدرتش کامله، ما شما قدرت داریم اما قدرت ما ضعیف است. علیم، الله بسیار عالم است ولی ما شما ناقص است. مثلا طفل که بودیم نمیفهمیدیم ولی هم کم علم حاصل کردیم، بازری سفید شدیم نمیفهمیم، علم ما کم میشه. اگر دید ما کم است، پیشروی ما دیوال باشه نمیبینیم، وسایل نباشد دید ما محدود میشه، شنوایی ما محدوده. الله هر چیز میبینه، هر چیز میشنوه، هر چیز قدرت داره، هر چیز علم داره. یعنی صفات الله که است به درجه کمال است. این سه نوع توحید عام علما بیان میکنن و می خاطر ما ایره دوباره یعنی انواع توحید که گفتم، چون که در کتاب شیخ که از در کتاب فتح المجید درمش بیان کرد توحید معرفت اثبات و توحید الوهیت. به خاطر که توحید الوهیت مردم کم بیان میکنن و انواع توحید الوهیت که توکل به الله است، خوف است، عذاب الله، محبت به الله، استعانت، مدد خواستن و فریاد به الله، ذبح میکنی اگر ایمان به خاطر الله باشد، نظر میکنی به خاطر الله باشد. و این خاطر امی صاحب کتاب ما شما بخش توحید الوهیت زیاد توجه کرد، از دیگه بخش ها کرده. خب بعضی ها از عقیده توحید فقط یک چیز فهم میکنن، میگن اینمی کل توحیدی که الله بیان کرده اینمی را شامل میشه. یک اشتباهی بسیار کلان است. فکر کنید در کتابتان الحمدلله بسیار مسئله مهم آوردگی است. میفرماید ولیس المراد بالتوحید مجرد توحید الربوبیه. هدف از توحیدی که الله بیان کرده، عقیده توحید در قرآن سنت، مجرد توحید ربوبیت نیست، یعنی تنها توحید ربوبیت نیست. توحید ربوبیت چی که هو اعتقاد ان الله تعالی وحده خلق العالم کما یظن ذلک من یظن من اهل کلمت السوء، که عقیده کردنی که تنها الله کائنات خلق کردگی است، مثل که بعضی اهل کلام یعنی متکلمین متصوفین صوفیای عقیده دارند. میگه کل امی توحید که است فقط الله خالق بدانی خلاص، دیگه این کلام موحد شدی. بازی کتاب سر از رد میکنه، صاحب کتاب قرآن هم میاره رد کرده است. میگه یظن هؤلاء انهم اذا اثبتوا ذلك بالدلیل فقد اثبتوا غایة التوحید. میگه گمان میکنن این مردم که یقینا وقتی که یا ثابت بسازن اینمی توحید ربوبیت با دلیل، بدون شک این تماما غایت یعنی هدف توحید، نهایت توحید بیان کردگی استند و ثابت کردگی استند و عقیده کردگی استند. این گپ غلط است. و انهم اذا شهدوا هذا و فنوا فيه فقد فنوا في غایت توحید. میگه یا فکر میکنن که وقتی که گواهی بتن به می توحید ربوبیت عقیده کنن و دمی توحید ربوبیت بمرن، یعنی اگر که توحید الوهیت عقیده نداشته باشن، یا فکر میکنن که در عقیده توحید وفات کردن، هدف نهایی توحید به دست آوردن، این فکر میکنن. باز میگوین که فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء. میگه یک نفر یا یک خانم فکر میکنه که اگه اقرار بکنه با آن چیزی که رب مستحق از صفات الله را بر ثابت کنه، از چیزایی که الله پاک است او نواقص از الله دور کند و اقرار کند که الله به تنهاییش کل کائنات پیدا کردگی است، تنها یعنی همی خلق و رزق یا را عقیده کند، لم یکن موحدا. این موحد نیست، یعنی این مؤمن گفته نمیشه، این مسلمان گفته نمیشه، حتی یشهد الله اله الا الله، تا اینکه عقیده بکنه و اعلان بکنه، گواهی بده که غیر از الله معبودی وجود نداره، یعنی فقط ذات الله را عبادت کردن و فقط از قانون الله را اطاعت کردن. تا که این اگر بگه هر قانون قبول داریم و هر چیز میشه عبادت بکنیم، از هر کس میشه ما مدد بخوایم، این باز عقیده توحید نداره، این در شرک داخل است. فیقر اقرار بکنه که به ان الله وحده هو الاله المستحق للعباده، الله به تنهاییش معبودی است که مستحق عبادت است، مستحق اطاعت از قانون شد، دیگه هیچ کس نیست. و التزم به عبادت الله وحده لا شریک له، و التزام بکنه به عبادت الله که واحد لا شریک است.
التزام چی معنی؟ یعنی عمل بکند با عقیده که دارد. الله را عبادت بکنه، اینطور یک تانو به زبان گفته برد. بعد از میگه والاله والمعلوه المعبود الذي يستحق العباده. اله مو است که معبودی است که مستحق عبادت است، ولیس هو الاله به معنی القادر الاختراع. میگه اله به معنی یزی نیست که تو بگوی اله به معنی کسی ذات قدرت داره به اختراع، یعنی به پیدایش آسمان و زمین انسان پیدا کرد. این نیست. اگر کسی اله را همین معنا کند بگوی این معنایش است، کل معنایش همین دیگه معنا نداره، یا آدم مسلمان نیست، یا آدم مؤمن شده نمیتونه. فاذا فسر المفسر الاله بمعنى القادر الاختراع واعتقد ان هذا المعنى هو اخص وصف الاله وجعل اثبات هذا هو الغايه في التوحيد كما يفعل ذلك كما يفعل من متكلم صفاتیه. شکل میگه اگر کسی یک مفسر بخیزه یا یک عالم بخیزه یک پیر بخیزه تفسیر کند اله را، ما شما اللهم که میگیم قل اللهم، نه اله را تفسیر بکند که به معنی القادر و الهکم اله واحد، نه در قرآن آمده. یعنی اله به معنی قدرت، ذات کسی قدرت داره، ذات قدرت داره به اختراع یعنی به پیدایش، و عقیده بکند که این معنا یعنی خاصترین معنای اله است. وصف اله نمیست که قادر است خلاص. اینمی و اثبات اینمی را که الله با قدرت به پیدایش دارد بگو اینمی غایتون فی التوحید، یعنی هدف نهایی توحید است و تنها اینمی توحید است. مثل که ایره بعضی متکلمین صفاتیه میگفتن، این میگه که این آدم که است لم یعرف حقیقت التوحید، این مردم حقیقت توحیدی که الله انبیا را روان کردگیست نشناختن و یا مومن شده نمیتونن. متکلمی صفاتیه کی است؟ هو الذی یقولون هو عن ابی الحسن و اتباعه. ابی الحسن و اتباع ازی کس ابو حسن اشعری علی ابن اسماعیل اشعری بود، صاحب تصانیف بسیار تصنیفا کرده بود. این منصوب به سوی اشاعره متکلمین میگه، یعنی متکلمین کسایی بودن پسان پیدا شدن و صفات الله را تعبیر کردن، یعنی در صفات الله پیش خود گپ دادن، عقیده توحید گرد باد کردن. سر از این سه مرحله آمده. ابن کثیر میگه اول معتزله شد. معتزله گروه گمراه است، بسیار آیاتای قرآن و حدیث است پیش خود معنا را تغییر میدن خلاف معنایی که صحابه و پیامبر کرده بود. دومش تعویل شد، اهل تعویل است، پیش خود تعویلات میکرد. سومش تفویض، یعنی صفات الله را به الله میسپارید، یعنی معنای ظاهریش هم معنا نمیکرد. اینمی آخر می چیزی که بازی مستقر شده بود تا آخرش مفاوضه بود. کتاب ازی به نام ابانه است، دلالت به این میکنه که این از جمله مفاوضه بوده، یعنی صفات الله را تفویض میسپاریده به الله. میگفته ما این نمیفهمیم چی معناست. اگر که در سال 324 وفات کرده، سال مشموده 1443 قمری هستیم، در 324 یعنی عالم قرن 3 است، داخل قرن 3 اوایل قرن 4 بوده، یعنی 1000 سال پیش زندگی میکرده. اما خوب عالم بوده، اما متاسفانه عقیدهش گډوډ بود. آخر بعد میگه کمی خوب شده بود، من که گفتم از جمله مفاوضه شده بود. خب یک فتنه عقیدتی در همین قرن 2-3 پیدا شد، یک بحث بسیار جداست. انشاءالله با یک وقتی را بیان میکنیم یا مطالعه میکنیم. یعنی سعی کنید کل از این گپ تا اینجا چی شد. اگر کسی بگوید که هدف از توحید و عقیده توحیدی که قرآن بیان کرده و پیامبر و احادیث بیان شدگی است تنها توحید ربوبیت است که الله خالق هر چیز است، دیگه اله را به معنای خالق بدانند، اینا توحید نشناختن و اینا رو ما موحد گفته و مؤمن گفته نمیتونن. زیرا توحید ربوبیت یا توحید الوهیت به معنای قادر، مشرکین هم یک عقیده را داشتن. آنچه که عقیده نداشتن این بود که الله را به تنهاییش عبادت کردن، عبادت خاص با الله بکنن، انواع عبادت ها و تنها از قانون الله اطاعت بکنن، هیچ کس دیگه اطاعت نکنه. این چیز او عقیده نداشتن. شکل کتاب میگه فین مشرک العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. مشرکین عرب اقرار میکردن که الله به تنهاییش خالق هر چیز است و كانوا مع هذا مشرکین، با وجود این مشرک بودن. مثلا کنید الله متعال در سوره یوسف آیت 106 میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان نمیارن اکثر از اینا با الله مگر اینکه اینا مشرک هستند. چه که در ایمانشان شرک است، یعنی در عقیدهشان شرک وجود دارد. و شرک در چی بود؟ در الله را در الوهیتش در عبادت تنها نمیدانستند. هم الله را عبادت میکنن، هم بتا و مخلوقات، هم از قبرها هم مدد میخوان، هر چیز عبادت. رهبرای خدا هم عبادت میکردن.
کلانای رئیسای قبیله را عبادت میکنن، هر فرمانش اطاعت میکنن. طایفی از سلف میگه، یعنی صحابه و تابعین، تسأل وقتی که از اینا سوال کنی، علی جمله عبدالله بن عباس و غیره، که من خلق السماوات والارض، از این مشرکین مکه و غیره تا میان از این دوم پرسان که میگه آسمان و زمین کی پیدا کرده؟ نمیگن بتای ما، فیقولون الله، میگن الله پیدا کرده. و هم مع هذا یعبدون غیره، با وجود از این غیر الله را عبادت میکردن. که مشرکین مکه مثلا بتا را عبادت میکرد، آلی این دوارم ببینیم و خدایشان که هست نه، بر چقدر شکلهای مختلف جور کردن نور عبادت میکنن. این ابن کثیر در تفسیر خود آورده جلد 2 صفحه 512 که اقرار میکردن که الله خالق است، قادر است که اختراع کنه و اینا، اما مشرک بودن. ابن عباس میگه ایره گفته مجاهد، عطا، اکرمه و شعبی، قتاده وقتی که از اینا پرسان کن میکردی که من خلق السماوات، میگفتن الله، اما غیر الله را عبادت میکردن. و این قرآن هم بیان کرده در بسیار آیات ها، مثلا در سورت مومنون که شما ببینید آیات های 84 تا 89 را سعی کنید. در اینجا الله میفرماید قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، قل بگوی پیامبر، یعنی سوال کو از این مشرکین مکه، لمن برای کی است، در اختیار کیست، الارض و زمین و من فیها، و کسایی که در روی زمین است، اختیارات همی کره زمین و کسایی که در روی ازی پیش کی است، ان کنتم تعلمون، اگر شما علم دارین، سیقولون لله، زود سینا میگن که از برای الله، سک اقرار میکنن زمین آنچه کرد اختیار الله. قل افلا تذکرون، بگو چرا خیلی شما پند نمیگیرین، چرا یعنی تنها الله را عبادت نمیکنین، چرا شرک میکنین. قل ما رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، سک قل بگوی پیامبر از یا سوال کو کیست رب آسمان های هفتگانه، یعنی خالق آسمان ها کی است، و رب العرش العظیم، و خالق عرش عظیم، و عرش هم باور داشتن. حالا بعضی مسلمان ها ما داریم میگن این عرش وجود نداره، عرش به معنی ملک و پادشاهی است. سیقولون الله، میگن اینا الله، یعنی سعی کنین این گپ هم قبول داشتن که رب آسمان ها الله است. قل فلا تتقون، پس چرا خود از شرک نگاه نمیکنین، یعنی سعی با وجودی از الله عقیده را داشتن که آسمان و زمین الله پیدا کرده، ما را پیدا کرده است. حتی این دیگه آیت سوالشان که میقول بگو من بیدی ملکوت کل شیء و هو یجر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون، کی است به دست از او پادشاهی هر چیز، در حالی که الله پناهی میته، ولا یجار علیه، کسی مخالف از او کسی را پناه داده نمیتونه. این کنتم تعلمون، اگر شما علم دارین، سیقولون لله، یاتسم، زود است که اینا میگن از برای الله. سعی کنین پناه دهندم الله را میگفتن، اختیارمند کائنات هم الله را میگفتن. قل فانا تسحرون، پس چگونه گردانده میشن از عقیده توحید، با وجود الله اینا را مشرک میگه. عزیز فهمیده میشه که سک باز کتاب تا میگه فلیس کل من اقر بین الله تعالی رب کل شیء و خالق یکون عابدا له، نیست هر کسی که اقرار کنه که الله تعالی رب هر چیز است، خالق هر چیز است، این عابد شود، یعنی او را عبادت بکنه. بسیار مشرکین میگه آسمان ها را، این دوای هندوستان و پرسان که میگه خالق آسمان ها الله، سمتان الله را عبادت نمیکنه، اون بتای 4 دسته و 6 دسته را جور کردن، چیزش فیل، چیزش گاوا، هر چیز عبادت میکنن. این یعنی هیچ معنیش نیست که عابد الله باشد دون ما سوا، غیر الله را عبادت نکنه، میکنه. داین لو دونه، دانی از الله مدد بخواد از غیرش نخواد، راجین لو، از الله امید داشته باشد بترسد، دون ما سوا خایفا منه، از غیرش نترسد، از غیر الله میترسن، یعنی میاله از بتای خدا نیا میترسن، از جنیات میترسن و عبادت میکنن، از بسیار چیزای دیگه. یوالی فی و یعادی فیه، یعنی دوستی بکنن به خاطر الله و دشمنی بکنن به خاطر نه، به خاطر یک کسی دوستی، به خاطر رهبرشان، به خاطر تنظیمشان دوستی و دشمنی با یک کسی میکنن. و یطیع رسول و اطاعت انبیا را بکنن، نه نمیکنن. و یأمر بما امر به و ینها، امر کنه با آنچه که رسول الله و رسولش امر کردن، منع کنه از آنچه که الله و رسولش منع کردن، یعنی کار نمیکنن. بعد از میگه و عامة المشرکین اقروا بان الله خالق کل شیء، عام مشرکین اقرار میکردن که الله خالق هر چیز است. و اثبت و شفاعت الذین یشرکون به، ثابت میکردن سفارش با او کسایی که اینا شریک کرده بودن اونا را با امر الله، یعنی با بتای خدا، و جعلوا له اندادا، برای الله شریکا و مثال ها و امثال جور میکنن که یا مثل الله میتونه یا چیزی میتونه یا زور داره، مثل که الله متعال این موضوع ازی که بغیر از الله کسای را عبادت میکردن میگفتن اینا شفاعتگرای ماست. این را در صورت زمر بیان کردگی است، آیت 43 و 44. سعی کنین. الله میگه اتخذوا من دون الله شفعاء،
هم اتخذوا آیا گرفتگی است اینا بغیر از الله شفعا سفارشگرا، یعنی غیر از الله کسایی را عبادت میکنن میگفتن اینا سفارش ما را میکنن، شفاعت میکنه، واسطه میشه، کدام مشکل با ما پیش آید یا گپ ما را با الله پیش میکنه. قل بگو مثل که مسلمانان میگن قبرا کس سفارش میکنه، ما گپ به یا میگیم یا گپ ما را با الله میگن. و این هم زور دارن، این هم اختیارات دارن. قل بگوی پیامبر ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگر که می کسایی را که شما سفارش شفیع گفتین اینا اختیار هیچ چیز نداره و عقل هم ندارن، نه عقل دارن نه اختیار دارن، مثل که مرده هم نه عقل دارن اون مرده دیگه نه اختیار دارن. قل لله شفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض. قل بگوی پیامبر خاص البرای الله سفارش، یعنی سفارش قبول کننده الله است، جمیعا تمام انواع شفاعت در دنیا و آخرت. له ملک السماوات والارض، برای الله پادشاهی آسمان و زمین. حتی یا میگفتن قیامت نیست اگر باشه این بتای ما خدای ما سفارش میکنه ما را خلاص میکنه. الله میگه شفاعت در اختیار الله است. سعی کنین آیت های 39 43 44 سورت زمر، سورت که نام بگیرم اونو باز اینجا سعی کنین. و در سورت یونس ببینین آیت 18 الله میگه که عقیده مشرکین نقل میکنه، با ما شما حکایت میکنه، میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنن اینا بغیر از الله ما چیزایی را کسایی را لا یضرهم که برشان ضرر رسانده نمیتونه اگر اینا را عبادت نکنه، ولا ینفعهم نفع رسانده نمیتونه اینا را اگر عبادتش بکنن. مثل که بعضی را ببینی کشورهای کفری را نه کلان رهبرایشان عبادت میکردن و اطاعت میکردن و هر چیزی که اونا فرمان میداد، بعضی مرده ها را مثلا از او مدد میخوان و سجده میکنن برش، نه حتی عبادت میکنن. و یقولون میگن ها اولای شفاعنا عند الله، عقیدهشان چی بود؟ میگفتن اینمی کسا سفارشگرای ماست به نزد الله، در دنیا هم گپ ما را پیش میکنه، آخرت میگفتن نیست اگر باشه اینمی ما را نجات میته. قل بگوی پیامبر اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون، آیا خبر میتین الله را به او کسا و چیزایی که لا یعلم الله نمیدونه در آسمان و زمین، هیچ چیز از علم الله بیرون نیست. شما میگین که الله شریک داره و او شفیع و سفارشگر داره به اختیارات خدا و بعض کسا دادگی است. الله میگه ما از این آدما هیچ نمیدانم، نفع علم الله به معنی نیست است، یعنی تو چیزی وجود نداره. شما به چیزی خبر میتین که الله از این کسان هیچ در علمش وجود نداره، یعنی هیچ وجود نداره. و سبحانه و پاک است الله از این شریکایی که شما عبادت میکنین با میگن این شفاعت میکنه واسطه است و تعالی بلند است اما یشرکون، از کسایی که شما شریک میکنین. و همین قسم در سورت انعام آیت 94 یک چند آیت یعنی آورده ایسا آخری آیت الله میفرماید ولقد جئتمونا فرادا، در روز قیامت الله میگه مشرکین ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سعی کنین الله در روز قیامت میگه بدون شک قسم از شما آمدین پیش ما انسان ها مومن کافر که فرادا تنها، خطابی جا بر کافر تنها آمدین، یعنی نه مال دارین نه زور دارین نه لشکر دارین نه قوت دارین نه پول دارین. کما خلقناکم اول مره، مثل که اول بار شما رو پیدا کردیم. اول که انسان از مادر تولد میشه چیز نداره، تا لباس هم نداره، در اون جامعه میتوری یا پیش الله میرن بی لباس در بدنشان نیست. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، الله برشان میگه ماندین شما اعلا کردین آن چیزی را که ما براتان داده بودیم نعمتها پشت سرتان در دنیا اعلا کردین، حال پیشتان چیزی هست. و ما نرى معكم شفاعكم، سعی کنین اینا عقیده داشتن که کسایی را ما عبادت میکنیم در روز قیامت سفارش میکنه. الله میگه نمیبینیم ما با امرای شما شفاعا سفارشگرا الذین زعمتم، کسایی را که شما گمان کرده بودین دعوا میکردین انهم فیکم شرکا که اینا در عبادت شما شریک هستند. حال چی شدن اما بیان شما را نجات بتن، کسایی که مثلا چیز قبر عبادت کرد میگه بیا مرده تو را نجات بده، چیز رهبر عبادت کرد میگه بیا کس تو را نجات بده. لقد تقطع بینکم، یقینا قطع شد در بینتان امیر ارتباط عابد و معبود بودن و پیری و مریدی ناحق و ضل عنکم و گم شد اشما ما کنتم تزعمون، آن عقیده را که داشتین و فکر میکنین که عبادت اینا ما را نجات میده. این همه قسم آخری آیت در این بخش می فرماید که در سورت بقره آیت 165
الله میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. قال تعالی بعضی از انسان هست که من یتخذ عقیده دارن جور میکنن بغیر از الله اندادا شریکا که عبادت میکنن، یحبون محبت میکنن به امرای از اونا که حب الله مثل محبت الله. یعنی بعضی را ببینینی برده قدوس داره از الله تعالی بالا 24 ساعت مجافید از اون مدد میخواد. الله یادش رفت بعضی رهبر خدایی تو دوست داره که هرچی میگه بگوید ما میکنیم. این شرک است. محبت با مخلوق مثل محبت الله مثل درجه اولیت دادن و راجت را مشکل کشا گفتن این شرک است و این کفر است. ولی هذا به می خاطر مکانت با و هاولای تابیداره اینمی مردم ها که بود من یسجد للشمس که بعضی به سجده میکرد آفتاب و القمر معتاب و الکواکب و ستاره ها و حتی از او دعا میخواستن و یصوم و ینسک لها و یتقرب الیها و روزه میگرفتن قربانی میکنن نزدیک میشدن توسط قربانی کردن به می آفتاب محتاب این چیزها. و بعد از اون میگه ان هذا لیس بشرک انما شرک اذا اعتقدتن. بعد میگفتن این شرک نیست، این عبادت میکنه سجده میکنه. مثلا بعضی پیر سجده می قبر میگی خود شرک نیست بی واسطه است. میگفتن انما الشرک اذا اعتقدت انها المدبر لی. میگه وقتی که عقیده بکنی که مدبر است از برای ما اینی شرک است. مدبر یعنی تنظیم کننده کارهای ما، تمام مشکلات ما حل میکنه کل اینی میگه شرک است. فاذا جعلت یعنی مستقیم اگه از او بخوایی تو میگفتن فاذا جعلت سببا واسطا وقتی که سبب بدانی که من توسط ازی به الله نزدیک میشم واسطه بگردانی لم اکن مشرکا من مشرک نیستم. در حالی که الله میگه مشرکین کسی است که کسی را عبادت میکنه و عقیده داره واسطه به الله میگردانه یا وسیله اینمی مشرک است. مثل که در قبرها میروند از او میخوان چی میکنی؟ میگه این واسطه به ما میشه و مردگه به مرا به فلا برسان. یا میگه ما به این میگیم به او میگه این خودش شرک مشرکین مکه است. و من المعلوم بالاستقرار من دین الاسلام ان هذا شرک. میگه از جمله بدیهیات است از دین اسلام که شرک است. الله ما شما را از این نجات بده. پس خلاصه گفتی شد که تنها در توحید که ما بیان کردیم این نیست که الله را خالق بدانی و قدرتمند در هر چیز بگویم ما موحد شدم مؤمن و مسلمان شدم. این عقیده را مشرکین مکه هم داشت. و دیگه بگویی که مخلوقاتی را که ما عبادت میکنیم واسطه و وسیله است و در این مشرک نمیشیم. اینجا الله بیان کرد در قرآن و عیسی کتاب هم آورد که اینا مشرک هستند. خب درس امروز ما شما عقیده توحید و سنت بیان کردیم. کلمه توحید وجود داره، دشمنی با توحید کفر و شرک است. ثبوتش در احادیث است، در قرآن اشارتاً در احادیث صراحتاً بود. و دیگه انواع توحید را بیان کردیم که عام جای بیان میشد و گفتیم که هدف از توحید تنها توحید ربوبیت نیست بلکه توحید الوهیت بسیار توحید ربوبیت که الله را خالق بدانیم رازق. این عقیده را مشرکین مکه هم داشتن با وجود الله از او الله یار کافر و مشرک گفته است. موفق ما یاد باشین. الله عقیده ما شما را خالص به خاطر خود بگردانه. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما. به دقت دوستداران و طرفداران مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی رسانیده می شود و شبکه یوتیوبی و تلگرامی مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی ابونه شوید. در شبکه یوتیوبی مولانا محمد معروف راسخ ویدیوها از قبیل خطبه ها، درس های تفسیر، درس های حدیث، شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان منتشر خواهد شد. و در تلگرام باشد تمام درس های تفسیر و حدیث و درس شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان و پاسخ به سوالات فقهی و عقیدوی از طریق واتساپ و تلگرام منتشر خواهد شد. اگر بخواهید در اجر ما شریک شوید پس صفحات ما را برای دوستان و رفیقانتان ارسال نمایید. این را بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پاداش دعوت کننده مثل پاداش عمل کننده آن است. پس بسم الله لحظات خود را مبارک بشمارید و در نشر دعوت سهم گذار باشید.